فیلم اسکوبانک محصول سال 2025 یک اکشن جنایی پرهیجان است که با الهام از میراث پابلو اسکوبار ساخته شده. در خلاصه داستان آمده است که گروهی از مجرمان تشنه پول به رهبری آوی حداد راهی کلمبیا می شوند تا گنج دفن شده پابلو اسکوبار را پیدا کنند. چرا باید فیلم رو ببینیم؟ فیلم سرشار از صحنه‌های تعقیب و تیراندازی است که مخاطب را درگیر می کند. استفاده از فضاهای کلمبیا و حس مستندگونه به داستان اعتبار و جذابیت بصری می دهد. اسکوبانک فیلمی است که برای علاقه‌مندان به اکشن سریع و داستان‌های جنایی سرگرم کننده خواهد بود. اما اگر به دنبال عمق داستانی یا نوآوری هستید ممکن است کمی ناامیدتان بکند.